Aka? Зулайха, این از زمان در کجا است؟ 1 سال میشد در روسیه. خبرش نیست، زنگم نمیزنه. زنکای همسایه گفتن که شوهرت زنگ گرفته است. امیدت رو کن. 1 سال؟ شما چی خوردید؟ شما چی کار کردید؟ زندگی رو چی خیلی بردید؟ همه چیزهای خونه رو فروختم چون که اکاجان مجبور بودم. برای چی با من زنگ نزدی؟ اکاجان، شوهرم چه خیلی که خودت میدونی همراه شما جنگ کرده بود. من فکر کردم شما دیگر همراه ما گپ نمیزنید. تو خطا میکنی خواهرم. تو جان و جگری مایی. تو خونی مایی. من هیچ وقت اینطور فکر نمیکردم. من گفتم در زندگی شما یگان پرابلم نکنم. برای همین دیگر نامدم. لیکن خواهرم تو زیخ نشو. یک روز نه یک روز پیدا می شود. باز خنده با لبت هویدا می شود. صبر کن خواهرم. الله آدمی با صبر رو دوست می دارد. راستش رو گویم زلیخا، کارهای من بیزیب شد. مرا از جای کارم روان کردن. جواب دادن. پولی اجاره رو هم داده نتوانستم و با مشکلی های زیاد روبرو شدم. راستش در کوچه موندم و با نزد تو آمدم که در اینجا یگان جای کار یابم، کمتر خودم رو گیرم و کوشش کنم که هم کمک به خودم هم به تو رسانم. اکاجان، این خیلی نگوید. در من همیشه برای شما باز است. دیخ نشه مریم. این از تو، اینم از تو. این نونی مرا خورد.
و کمتر از کار دیر کرده سودم کار میرم مایلش خور من دیر میکنم مایل شما خوردن گیره من میرم خور میرم که تینجی است یک رفیقم اومده کردم بخشش تاجیکستان در بود صدقه مرده فهمیدیم؟ من به تو گفتم که به خونه پدر و مادرت به ناحیه های دوردست نمیرم زنه گپی گفته من تو گفتم کو من خودم در نمی گلبته خونه دارم خونه در خودم همه تو را میبرم حاجی همه قیقی او گلبته دا من کوارتیره انچیناندگیم آدم را حاجی وارا رفته فهموندن در کار ای کوارتیره برووردن در کار تو همون وقت خمانوال ایجا یک تا او با قول روسا سوتوچنی میگن کو یک تا سوتوچنی میگیریم زندگی کدن میگیرن تا او در کوارتیرانتای ما خستن تمام پروانه که تو رفتن زنگوی تو پروانه که تو هم قدیم باش تمام همش حالا هم بچه ما مرده کمی کوباد رو تماشا کن نخورد میشوه خب بریم نده میشوه ها؟ بریم نیده میشوه درو تماشا کن Алло. Кеш мо гап занен? Алло. Марда? Ага, бия. Таза бод бисорштай куҷо? Ҳеҷ ҷо гап назадастам. Ман симкартай навма санҷидастам ку гудок мерав ё ки не. Ҳамаро кофту шур кардистам. Марда? Аҳа. Овқат кунам? Хело овқат ку айра омадем о, хело овқат ку. Овқат ку бихи. Шатия бери заказ кунам. Заказ мекунӣ? Ава. Майя. Эй занак.
و همون رو اوقات به دست نمیکنی که اوقاتی که به دست میکنه به مزه میویا. الو بله مایلش فهمیدم مایلش خیر الو 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 گپ زنن آخه کیه شما؟ الو کی باشه؟ یک نومری دمش میزنن. نومری خونگی؟ بله. کنی ببینم. من این رقم ها رو میگیرم و میفهمم کی باشد. گیم کورت رو کدن. الو عظیم همه خوب ساز در یادت هست گفته بودی که یک شناس دارم در جای تلفن ها کار میکرده است. بله یک خدمت کن یک رقم رو به اسمس روان میکنم یک بین که سراغش کجا باشد رقم های خونگی تلفن. بله مایلش بسیار میندار میشم همین کار رو بود کن مایلش خیر. خیلی موقع بسیاری نمیستم همین 2 روز یا 2.5 روز نه شباکی داشتم یا پدر و مادر خبر بگیریم آمادگی ما نرفتیم نه دوی پدر و مادر میگیرم و برادر گشتم میام تو خطا احتیاط کن بیهوده گردی نکن اون مسکو بود اینجا که تاجیکستان مایلش پدر و مادرتون خیلی سلام بیاد طرف کردنشون. مایل مایل
وای خب چقدر خودسندی؟ چی شد؟ شوهرم آمده که دوست مراد اومد؟ بله کی اومد؟ سر 1 ساعت بعد از رفتن شما فهمو بیا کم در خونه بدرم رجب یک وقتایی بود که من و تو هیچ وقت همدیگری رو نمیفهمیدیم. بین ما نافهمیات زیاد بر زیاد بود. من فکر میکنم که من تماما دیگه آدم شدم. و تو هم دیگر آدم شد. دوست چی خیلی که میگوین وقت همه چیز رو تب و بد میکنن. بله دوست. دوست میشه. دوست میشه. من دیر کرده استودم با کار میروم. با شما باشتی توم مایلش مایلش اکم زنک این برادر تو مهمونی آمده یا که یه عمر در این خونه ما میستد؟ مردک اکم با مشکل زندگی بسیار روبرو شد. کم در کارهایش شود می رود. برای چی مردک؟ برای شما یکون کار بد کرده؟ ایقاب می خواهیم که روه؟ نه هم تو پرسیدم. نه همه خوب است. خب یاد دفتر خب لبای در کجایی؟ از یک جای جمعیتی ده. از اینجا که برو آمدم حتما با تو زنگ میزنم. کمی یا خونه؟ مایلش خیر. خب خودم زنگ میزنم. خب خوش کنید. الو سازی عزیز همه خوب یافتی زور خی با SMS ما در روان میکنی مالی خی ما میندور حتما حاضر روان کن با من سخت ضرور بله مایلش خی
صاف خوب شد. چه کاری که یگون خدمت بود چی مسئله خاطر اومدین که شما اینجا کار میکنین که ما ادمنستراتور هم دوم که کوارتیر با جورا میتونم ادمنستراتور یگون مسئله که باشه یگون کوارتیر در کارتون نه کوارتیر در کار نیست تو ما اینجا برای یک کار اومدم اگر می ادمنستراتور همین دوم باشین همینجا یکم اتاج دست چپ ده اما سراغ را به من دادن یک چند بار با رقم های موزان زده سخن نمیکرد گپ نمیزد آدرس را فهمیده اومدم که فهمم کی باشد هم آدم دستی چپ بود یا کی راست دستی چپ دست چپ رو علاقه ما با جورا دادیم چند قشو یک هفته شد یک هفته پیش ها یک هفته شد اگر نه همون یک هفته پیش فهمو زن زدن سر کرده بودن برادر خدمت کن معنی گپ نیست که همون کسی در همونجا زندگی میکند اگر نامش یا فامیلش رو میگفتی بسیار خوب میشد من به خودم میفهمیدم کی باشد راست دیگه ما شرط ما بسته بودیم با همون شرط ما بستگی بله خیلی میگفتی اما فامیلش هست دوست مراد با امراد بودم که میگفتی دوست مراد با امراد وای خودش تو بود یا اینکه یا اون کس کتی با همراه همسرش بود وای فرزند داشتن یا نه نه فرزند نداشتن ای برای خدمتو رحمت کلام سلامت باشه که یگون خدمتش بیان که یگون جورا در کورس رو خونه لازم باشد بیان اونجا ما میدیم مالش یگون خدمت شد حتما با تو زنگ میزنم و میویم و یک گپ دیگر برای زنگ زدن با همون اجاره شنو یگون گپ نزن مالش گپ بین خودمون مالی گپ نیست این ندار سلامت باشه مالش دوست من با تو گپ دارم چی گپ داشتی؟ من میدونم همش رو چی رو تو میدونی؟ من میدونم که تو با معشوقت در کوارتیر زندگی میکنی و کم کم پیش او میروی تو از کجا میدونی؟ کی به تو گفت؟ پیش از آمدنت به این خونه کمتر زنگ میزدی من نمیفهمیدم ممکن رجب فهمیدم راستی گپ رو گویم تو هم مرد بچه هستی وایم زنی من است زنی دویومم با چی با زلیخا نگفتی از اول آمدم تو زندگی درویگی کرده ایستاده میدونی همین رو رجب من نمیخواهم که زلیخا فهمد و زیغ شود چی در کار خود چی لازم در زندگی خانم خودم رو محبوبای خودم رو زیغ کنم این هم زنم است اون هم زنم این زنی یکم و زنی دویم هیچ گپ نه تو با زلیخا میگفتی یکی تو رو میفهمید زندگی پستی و بلندی ها دارد لیکن این دروغگویی تو تأخیر نمی رود خیلی من کاری میکنم که نفهمد رجب چی در کار اخی؟ هر یک مرد به خودش یک سیر دارد فهمیدنی باید در کار نیست رجب تو خودت مرد بچه هستی مرا فهم اخی ویم زنی من است
من این طور نمیتونم. گوش کن. با تو 2 روز وقت. یا اینکه همش رو میگویی یا اینکه من خودم با زلیخا همش رو میفهمم. رجب و تو مردک هستی و من نمیخوام که زلیخا فهمد تو این کرونا میکنی. فهمیدی؟ من فکر میکردم تو تغییر یافتی، لیکن تو همون آدمی پیشینه هستی. رجب بسیار در عصبهایم بازی نکن. تو این کارا نمیکنی. فهمیدی؟ و تو 2 روز وقت میبینیم چی گپ میشود. رجب راستیگه زلیخا تو رو هم به خانه پدر و مادرم بردنی بودم. به نهایت کارهایم بسیار. من رفته یک دعای پدر و مادرم رو میگیرم و از خفای کارهایم میشوم. کارهایم رو بود که کردم و البته یک جای به خانه پدر و مادرم هم میرم. خیلی کودکا رو احتیاط کن. خب؟ مایلی را سفید. مردک گفتم بیا طرفی گلبوته خونه دارم با کایمین اونجا در اونجا آدم هنوی چی خالی آدم؟ که وقتی که خیستم با میریم اخی کیا ما آدم ها که که وقتی میرفتیم؟ راست دیگه پا بگم زمان بگو خفه نمیشه اینا نه راست دیگه پا بگم در اونجا زنم قطی کودک اومد. چی خیلی زن؟ گفت تبدی زن من قطی کودکاش در خونه او چشه من جدا شدگیم. آخی من ایره دروغ گفتم. اگر تو دروغ نمیگفتم های مسکبه خطی من نمیومدی درشنبه. من هم من دروغ گفتم. مرا ببخش. من با یک شرط را میبخشم. چی؟ من یک شرط دارم. با چی شرط؟ با شرطی که او را خونه رو می. چی ما او را خونه میرون؟ من یک نقشه دارم. مراد کجا شد؟ نیمی شب شد نیومد. دادم اومد. چو کردید؟ بیا. اینو آویزون کن. ها بچه جان چخیر؟ نه ساز دختر جانی من جان 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 کن شدن کارو برها خوب همه تیج چی باشه یک چای ریز ها دوست مراد اینقدر دیر کردی؟ ها من از خفای هم کارو برها بسیار خودت میدونی کو با فکرم از خفای زندگی دیگر بودی
چی؟ زندگی دیگر؟ چی گفته است نکه بار دیگر؟ زندگی؟ نه گفتنی هم که از قفای کارهای دیگهش سمرو؟ نه من در کارکوی بودم خودت میدونی که من کار کفته ایستادم. مرده که من بیکار گشته نمیتواند حتما کار کفته ایستاده است نروم. بسیار کار کفته ایستاده است. بسیار. رجب او تو دیگر کار نداری؟ فقط از پسی من همه صرفهای من رو فوش میکنی. دوست مراد آدم مردک میشود. من با تو وعده کردم که اگر بعد از 2 روز تو نگویی من کارم رو میکنم. رجب مردی خیلی نمیشود. چه کردی اکا؟ هیچی. زلیخو من با تو یک گپ گفتنی هستم. باز چی شد؟ برای مسئله شوهرت دوست مراد. من میگم لیکی تو زیخت نشو و با گپای ما اهمیت ده. مایلش دوست مراد از روسیه آمد. تنها نآمد. با زن دویمش آمد. چی؟ زنی دویم؟ بله با زن دویم. نه اکا من باور نمیکنم. چی شما میخواید من از وی جدا شوم؟ چی؟ خیلی فکر نکن. چی گپ؟ رجب تو آدمی خوب نیستی رجب. تو چی میخوای که من از زنم جدا شوم؟ زلیخا به گپ‌های این باور نکن. دینه به من گفت که من شما را جدا میکنم. زلیخا این میخواهد که من و تو جدا شویم. من و تو زندگی شیرین نداشته باشیم. من و تو از همدیگر جدا باشیم. رجب این کارو نکن. ما همدیگر را دوست می‌داریم. اکایی که در خواهر خودش خوشبختی نمیخواهد من نو میبینم. برآمده رو از خانه من. زلیخا تو چیا گفته ایستاده ای؟ من گپی راست رو با تو گفتم. تو این طرف فکر نکن. برو از خانه رو. من نمیخوام با شما گپ زدن. خیلی مایلش. این خیل اگر تو فکر کنی من میروم. لیکن سخنهای مرا گپهای مرا از یادت نبرار. لباسم رو جمع کنم. زلیخا عشقی که در بین ما و تو است هیچ کس هیچگاه از بین من و تو گرفته نمیتواند. من تو را دوست میدارم. این را بدون.
مریم بیا لباسات رو جمع کنیم. برای چی؟ ما از این خونه میرویم. باز خانه همان علیش می شود، باز مکتب هم علیش می شود. شما در وعده تا نایستادید. من به همون مکتبی میخوندگی بردن میگیرم، لیکن در اینجا ایستاده نمیتوانیم. شبهای عمم اومد برای همین میرویم. نه برای اون که عمت مرا باور نکرده مرا از خانه پیش کرد. عمم آدم خوب نیست. نه وای خوب است، لیکن زندگی او رو به این کار آورد. سونکا آخیر سونکامون نیفتم. خیلی گم نه چی فرق داره، همین لباسمو دانش در جا گیرد همون رفتیم. زنک چوکر چیکار کردی؟ اومدی؟ کار اساسی را حل کردم زنک. چیکار؟ رجب گفتن یک خسر بچه داشتم، همون رای خونه پیش کردی. حتی خواهرش گنده گپاش گریخت. رای خونه پیش کردیم دیگه ایستش آسان. ها بهترین کو؟ رجب انا همون کلبه ویرانه ای من. وقتم کلبه خیلی زیبا است. هیچ گم نه، خیلی کمی خدر. این هم بعد از گیری شما. اگر که شما نمیشیدین هیچ وقت سمندر انمی خونه را به ما بر نمیگردم. زنده باشی علی جان، زنده باشی. رجب مرحمت بشی. بیا بشی اینجا. رجب در همین خونه میتونی که زندگی کنی. ترا در این خونه یگون کس نمیگه که ایجا بخی دوجا بشی. با مثل خونه خودت زندگی کن. رحمت علی جان، رحمت کبان. و یک چیز دیگه پرسم با تو. چی؟ ایزو نکش پرسیدن گید. اینجا یگون جو ایزو کشی نیست. مکتب در اینجا نزدیک باشد. مکتب؟ برای مریم. هست تو میدونی که در این دور زمانه مکتب ها ورزشگاه ها زیاد شدگی هست. مکتب یک قدم را تاگی دوم. رحمت با تو علی جان. من با چی خیلی در مریم میگویم که مکتبت رو بالیش میکنی، باور کن بزرگ شد. هیچ گم نه. این رو من میگویم میشود. رحمت علی جان. هیچ گم نه. زنده باشی. با مریم یک سورپریز میکنیم. میگه مکتب تا علیش میکنی. هیچ گم نه. مهم که تو زیخ نشو. رحمت. اینه دیدی؟ زندگی مشکلی زندگی را دیدی؟ ای پسی سر چخی گذراندیم. همش پسی سر شد. اینا با همون کلبه ویرانه که یک جای هستیم. زنک راستی گفت
дар ин деҳа чанд рӯзе ки гашта истодам, не кор, не бор, не зиндагӣ. мо рости гап дар тамоми дунё гаштем. чӣ қадар давлатҳои калон, чӣ қадар шаҳрҳои калон. дар ин деҳа хиёл мекунам ки чӣ бигӯям, не кор, не бор. биё бо фикри ман ҳамфикр шаву ҳамин хонаи деҳаро ба фурӯш монему, рафта аз шаҳр хона бихарем. як одам боре зиндагӣ кунем. Чӣ гуфтӣ занак? мардак, чӣ хел хонаро мефурӯшӣ? кӯдако даи ҳавлӣ одат кардагӣ. аз шаҳр хона меёбем, намеёбем? чӣ хел аз шаҳр хона намеёбем? маро ёр рафиқҳоям бисёр. ҳамин як занги телефонӣ мекунам, иншоалло ки корро ҳал мекунанд. ҳамин пул бошад, мегӯянд ки пул бошад, ҷангалга шӯрбо хона намеёбем. хай намедонам, худат медонӣ. пул ки бошад албатта дар шаҳр мехарем. кӯдакҳо омӯхта мешаванд. ягон баяш не. кӯдакҳо дар мобайни як рӯз омӯхта мешаванд. унҷо мактабҳои калон аст. кӯдакҳоро дар мактабҳои калон медиҳем. корубор дигар мешавад, зиндагӣ дигар мешавад. занак, ман худи ҳамин рӯз аз қафои ҳамин кор мешавам. ин хонаро ба фурӯш мегузорем. тамом. занак, коро панҷ чид, коро панҷ. чӣ қадр хурсандӣ? барои чӣ хурсандам? хонаро фурӯхтум занак. хонаро фурӯхтум. як фикри зур дорам. чӣ хел? мегӯм занака қати кӯдако иҷода биёрам бимонуму хумон як хонаи нав бихарем. беҳтарин. чӣ гуфтӣ? зур ку. ҳамтарӣ мекунем, як хонаи нав мехарем. ана барои ҳамаи қак дам мегирем, истироҳат мекунем. хей ҳама либосота ҷамъ кӣ мерем ак. тамом. хоҳ. خیلی برادر خانه را دیدی؟ خانه‌تون معقولتون شد؟ بهترین معقول شد؟ معقول شد. مرامت کرده امضا مونه. امضا؟ بله. اینجا جو امضا؟ بله اینجا امضا مونه. то хонаи данои ман накунӣ, ман дар ин хона зиндагӣ намекунам. фарқи чӣ байни маву ту? чӣ дар номи ман боша, чӣ дар номи ту? ягон фарқият надорад? Не, фақат дар номи ман. اینجا نمو فامیلیت هنوز در اینجا امضا کن. اینجا در امضا منش موافق. خیلی زنه خونوی نو چی خیلی خونوی نو؟ خونوی نو محقول شد. محقول شد آخه؟ سن بگلم نید تا محقول شده باشه. من در همه زورم بانیش محقول شد. بانیش زوری زور. خیلی زنه. ریمونت کرده یک پنج زنه ریمونت کرده. زیق نشد زنه. باید یاد کارو باری دیگه. هم کارو بارم من روز من میرم اول بد میکنم. همه کارا که بود چید باید هم کامبختی دوبایش که پیش هم میخوام. آنی. هم کارا بود چه آسان میکنم. باید من عقفای کارم شم. هر کارا همین روز بود شود تمام. خواهانی بزرگ بازم پیش کار منو شده کنم. الله اکبر. من رفتم ولی بسوم بشون برم. یا بسم الله. چند خبره که باشد باشده. زنک دارم اینجایی. زنک. خیلی من ماشین آوردم. کوچه بارها رو جمع کنید. لباسای کودک‌ها رو جمع کنید.
همه چی را جابجا میکنیم و بار میکنیم میرویم. بچه‌ها در بیرون همه کوچو بار جمع کرده ایستادن. ما الان میریم؟ آماده باشید. کوچو بار لباسا یگام چیز نمونه در خونه. همه چی را جابجا کنید، جمع کنید، میرویم. رفتیم. ما از این خونه میرویم. بچم یک جای زور میریم. در کدام مکتب میخونیم؟ زیق شدی دختر جان. دوجا با این مکتب تونده مکتبای زور هست. چی خیل میخونیم؟ آلی دادت همش میفهمانه. مردک من در نزد همان دام هستم. یکم پتیز بود یا اینکه دویم؟ من امرای امیر جان. دخترم آن در خونه همسایه بسیار گریه کرد که من شهر رفتن نمیخوام. پس از یک هفته رفته میارم. خب خیلی بیا. الو مردک این چیزای خودمون کنی؟ اینجا دیگر قالین دیگر چیز چوره دیگر اشیاء خونه. ها فهمون. پگاه خب بله الکی من در خونه. خب خیلی مردک شما در کجا؟ چند روز باز نمیایین در خونه هم یگان چی نیست پولان بود شید. پگه میایی نه؟ خب مایل خب خیلی برای چی نمیبره داشته باشد؟ یگان چیزت خوردنی من گشنه موندم. نه بچه جون باز دادت بیایم؟ دادت گفت میام بیایی یگان چی گرفته؟ یک هفته شد دادم نیست در خونه. بچه جون زیخ نشه دادت کار دارن کارش را بود کنه حتما میایه. بیا بریم یگان کتاب بخونیم.
Салом алейк. Алейкум салом. Дӯстмурод куҷодаст? Дӯстмурод? Бале. Шавҳарам айқасои кору бораш? Шавҳарат мегӯед шумо? Бале. Чӣ хел шавҳарат? О мебахшед он чанд зан дорад? Чӣ хел чанд зан дорад? Ман занаш кун? Дар дурӯғгӯӣ хона доштааст вай. Дар ин ҷо бо дигар занаш иҷора мешишт. Акам рост мегуфтааст. Акнун квартирапули маро кӣ медиҳад? Чӣ хели иҷора пулӣ? Мо ин хонаро харидаем. ин афсонаро ба фикрам шавҳарҷонат шумода нақл кард. ин хонаи ман аст. то бегорад як моҳа пули хонаи маро дода хонаро холӣ кун. Охир ман пул надорам. пул надорӣ, телефон дорӣ ку? Телефонатро де. Тамом? майлаш, лекин ба ман 3 рӯз дигар вақт дем. охир ман ҷои рафтан надорам. ахалан ягон ҷо ёбам. ба ман чӣ фарқ дорад ту куҷо мерӣ? бачаи очаи ман набошӣ? то бего ман дар ин ҷо туро набинам. نشود چجان بعدش تقایی هم میرویم. охир ман чӣ хел рӯи акамро нигоҳ мекунам баъди ин қадар кор буд. тағоят сахт аз ман хафа аст. ман бояд тағоятро ёбам бахшиш бурсам. کماندر جان بعد چی شد؟ بعد خیلی که گفتم همیشه مرا غم میدید. سلام علیکم. علیکم سلام. آقا اینا میای اینا اومد. کیایی؟ مرا اینه میغمه چیه؟ ها؟ آه شما؟ چی گفته استی زنک؟ ترا جیم پینیور شده چی گفته استی تو؟ خیلی چی گفته استم؟ کیایی؟ اینه میای که مرا غمه که من برایش تا خسروغای خونه من علیش کدام با مرا یافته اومده. یو تو با زنک کلت کار میکنه چی گفته استی تو؟ خیلی زنک در شای خوود میبینی. کماندیر ای اویله ایمای. خیلی این زندگی ایمای کماندیر. این چی گفته استی من نمیتونم. یگان کاغذ داری وجود داری که همین زنی تو باشه. کاغذ وقتی نیکو؟ ها. کماندیر نه مو اگه گفتی روسا زکس نکردیم نکیم نیکوی مسلمانی داریم. الحمدلله نیکوی مسلمانی کردیم. ای خونه دنم که. خونه در نومی اویلم؟ این دروغگویات نمیشه. با خوبی میگم از اینجا رو. خوب کماندیر. خوب کماندیر من اینجا میرم. بابا همون وقتش دا میگفتن که درختی مکری زن 100 ریشه دارد فلک از دست زن اندیشه دارد. رو.
شما اونجا کار میکنید؟ ها بله. من خواهری رجب را میکوبم. خواهری رجب؟ بله. راستی امروز رجب با کار نیامده است. با کار نیامده است؟ نه. حاضر یک لحظه من زنگ زنم. دستنور است میگوید. این بچه با کجا غیب زده باشد؟ تلفنش خاموش است. حاضر به علی جان زنگ زنم. شاید علی جان داند که رجب در کجاست. الو. زود با پایان فرا. زودتر. سلام علیکم. این کس خواهری رجب. السلام علیکم. چی سوز؟ ای مالادس. چی خدمت؟ یک نیم ساعت میشود که رجب رو میکوبه. رجب هم میدونم در کجا. اگر که جوی رجب رو دونی خواهرش رو گرفته نازش با. تمام. رجب در خونه ما. در خونه تو؟ اوه. این ترکیب باشد. خواهرش رو نازش با. ما. خب. احسان جون. برو در یاد کاری ما موندگی بود. زنگ زدیم ما پایان فرمودم. وای کارو ما میگفتم میکردم ما میبردم میومدم. مالش خب من اول رفته کاری رو بود میکنم بعد از پس کاری رو میشم. خب احتیاط کنید خب. بهترین چیکار کردی؟ چای کارو اومدم. تلویزیون نمونی تماشا کنی آخه زیغ میشی همینجا. باور کن در فکر فرو رفتم یگان چی نمیفورد. رجب دیگه این فکر رو از سرت پارتو اومودا بارتم کو. رحمت علی جان. رجب بله. باز یک چی میگم تو باید ما خفه نشوی. چی شد؟ پیش تو آدم اومدگی. آدم؟ کی باشد؟ اگه او شاخدت میبینی مالش بالا من تو چی کار میکنی در اینجا؟ اکا من میفهمم که شما نمیخواید مرا دیدن لیکن من به نزد شما برای بخشش پرسیدن آمدم از شما بخشش پرسم من برای چی با شما باور نکردم تا حال حیرانم اکا منو میبخشی خواهرکم نه خود اکا در خواهر خود خفگی کند من اصلا از تو خفه نبودم گپ زن چی شد؟
شوهرم خونه رو فروخت با دویم زنش به کجای رفت نامعلوم. ما به خانه و به در موندیم. چه خیلی وای ما رو فریب کرد من نفهمیدم. با کاری دوستمراد من باور نداشتم. تو زیخنه شب خواهرکم همش ساز می شود. رجب خواهرت هم میتونه در همینجا زندگی کنم. تو میدونی که این خونه چهارخونگاه ایسر هر دیخمون زیادی های. زیخنه شب علی جان رحمت برای خوبی ها. هیچ گم نه. خواهرکم در اینجا زندگی میکنیم تو کرمونت شدم میلش. امیر جان چه سوز همه خوب سوز این اینجا در زندگی میکنیم فهمیدی چه خونه با تو مخول شی؟ انا دوستان عزیز با کل هموطنان و غریبانی در شهر مسکو بوده با شما توصیه میتونم شرکت محیدین مرامت این رقمشون واتساپ دارن مرامت زنگ بزنین آفیسشون در مترو ودنی استادیون های آفیسشون مرامت کنین برادرها البته ماشین های نو و زمانوی در خدمت شما های مرامت تنها شما زنگ زدن برای گذشتن سرحد در خدمت شما شرکت محیدین واقعی سربلند و خانواباد باشین همه وقت جیبکاتون پری پل باشد زنده باشین